در شهر اسلام آباد پاکستان اعتراض مخالفین حکومت ادامه دارد و گردآمدگان در کنار پارلمانت کشور منتظر اجرای تقاضاهایشان میباشند. پیشوایان مخالفین تهدید کردند که تا زمانی برکناری سروزیر پاکستان نواز شریف از اعتراض دست نمیکشند. به گفته آنها در انتخابات پارلمانتی سال گذشته حزب شریف همراه با منصبداران بلندپایه این کشور به تقلب راه دادند. در شهر جنوب شرقی کویته پاکستان باشد به نشانی پشتیبانی از حکومت روزنامه‌نگاران گردهمایی تشکیل کردند. رهبران رسانه‌های خبری مخالفین را تنقید کرده به مقابل دخالت نظامیان در حل بحران کنونی پاکستان صدا بلند کردند. در شهر کابل ریاست امنیت ملی افغانستان ابراز داشت که در ناآرامی‌های اخیر افغانستان خدمات جاسوسی پاکستان یا خود ICI مستقیما نقش داشته است. نماینده اداره امنیت افغانستان گفت آنها شهادت کافی در اختیار دارند که بر پایه آن خدمات جاسوسی پاکستان به طالبان جنگجوی کمک فنی فراهم آورده است. اتهام مقامات افغان زمان نشر می شود که طالبان در ولایت‌های هلمند، ننگرهار و لوگر حمله گسترده راه اندازی کردند. در قرقیزستان حکومت از کشور آلمان تجهیزات صدور شناسنامه بیومتری را دسترس نمود. در انتخابات سال 2015 این شناسنامه‌های بیومتری همچون سند تشخیص کننده هویت استفاده خواهند شد. به قول منصبداران استفاده حجت‌های بیومتری از تقلب جلوگیری خواهد کرد.